ما همیشه میگیم که زمانی که شما محدودیت دارید اسکن نزنید، یعنی نمیتونید یک اسکن کامل و سالم رو تهیه بکنید، اونجا اسکن انجام ندید. ولی یه مواقعی ضرورت پیدا میکنه و این کار انجام میشه. به هر حال یکی از دوستان اینجا زحمت کشید و این اسکن رو تهیه کرد. دقت کنید، با اینکه ناهنجاری ناقص هست ولی قله های قوی داره و در نمای تاپ بیو هم حجم و اندازه قابل قبولی. زمانی که اسکن رو بر میگردونیم و یکی دو بار رنگ آبی رو اضافه میکنیم، انگار این ناهنجاری به یک سمتی کشیدگی پیدا میکنه، یعنی ادامه آنومالی دیده میشه. دوستانی که تجربه اسکن از تنوره رو دارن میدونن که از زیر تنوره ها امکان این که یک راهروی یا یک تونلی داشته باشیم زیاده و همین رنگ آبی کمرنگ خاک جابجا شده رو نشون میده با فرم و شکل و اندازه یک تونل. حالا یا ریزش شدیدی پیدا کرده یا با خاک پر شده. محل هم که یک زمین زراعی هست و این احتمال داده میشه که ممکنه این تونل کاملا آوار شده باشه. اینجا آیتم منفی ما با اینکه کامل در اسکن به شکل مستقل دیده نمیشه، ولی 5 پالس و 3 لاین رو درگیر خودش کرده. وقتی که عمق فضای خالی رو میگیریم 220 سانتی متر و در این نقطه 232 سانتی متر، آیتم مثبت 201 و در مرکزش 226 سانتی متر و این ناهنجاری مثبت 253 سانتی متر. شاید ما این ناهنجاری مثبت در این قسمت با این تارها رو بتونیم خود اون تنور بدونیم، اما ناهنجاری مثبت در سمت ضلع غربی ما قابل تشخیص 100% نیست. اولا به خاطر اینکه کاملا ناقصه، دوما به خاطری که در نزدیکی دیوار هست و دیوار شامل آجر، سنگ، سیمان و آهک و مواردی دیگه هستن که خودشون یک نوع شبه فلز حساب میشن و میتونن در اسکن به صورت ناهنجاری مثبت و منفی خودشون رو نشون بدن. ولی یه اپراتور نباید تا زمانی که آیتم هاش در مرکز اسکن یا با فاصله قرار نگرفتن اعلام یک تحلیل 100% بکنه. همینجور که دیدید ناهنجاری های مثبت و منفی زمانی که فیلتر میانیابی روشون اعمال شد رنگ خودشون از دست ندادن، چند تیکه نشدن، جابجایی شدیدی هم نداشتن. با اضافه کردن رنگ آبی یا قرمز میتونید مسیری که با خاک پر شده رو ببینید. اسکنی که با هم دیدیم متعلق به خونه باغی بود در کنار یک تپه باستانی در غرب کشور. خیلی از جاهای زمینی که در اینجا قرار داشت با تونل هایی که حفاری شده بود به همدیگه راه پیدا کرده بود و قرار بود زیر ساختمون تازه ساز هم حفاری بشه. خدا رو شکر ما با دوستان در اون محل حضور داشتیم و خواهش کردیم که ادامه حفاری رو انجام ندن و امیدوارم که حرفای ما رو جدی گرفته باشن. و فقط یک نقطه از این خونه باغ مشکوک بود که اسکن تهیه شد و نتیجه اسکن رو هم با هم دیگه در پایان میبینید. خب اینا همشون سنگ ماسه هستن. سنگ ماسه هم از سیلیس و اکسید آهن و خاک رست درست میشه. خاکستریش هم هست، قهوه‌ای و سرخ و این رنگی هم داره. البته این سیاه شدگی هم هیچ ربطی به دفینه و گاز و از این چیزا نداره. و این هم نقطه‌ای که اسکن ازش تهیه شد. آیتم منفی که در اسکن داشتیم و 3 لاین و 5 پارس رو تشکیل داده بود فضای خالی دور این تنور و زیرش هست و آیتم مثبت خود جنس تنوره که سفالیه.
امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه.